ما میتونید سوالهاتون رو در همین ایما روان کنید. یعنی همون 770 باز میگم 07 00 03 همین ایما، در همین ایما سوالاتون رو روان کنید، انشالله جوابهاش شما میگیرید. ولی دستگیری را برادر عزیز فراموش نکنین. یک زن خویشمان از همین ویروسی حاضره وفات کردند. شب جمعه دیدن که در بالای قبرش آتش هست. بعد گفتن شخصی شهید هر شب جمعه همین خیل بالای قبرش آتش می شود. آیا این حقیقت دارد؟ یعنی این کدام برادر این سوال داده است یا خواهر این سوال، این در دوره های همون پیش، حتی هم دوره های حکومت سویتی بگیم، همین گپ ها بود که بالای قبر فلانی را دیدیم که یک آتش می سوخت. این گویا دلالت بر همین میکرد است که وای از دنیا شهید گذشت. نه، این گپ یگان اساس ندارد. این برادر عزیز کسی این سخن میگوید، اگر همیرا برای مردم فتوا کده تید وای در پیش خداوند گناهگار است. زیرا تمام صحابه های پیامبر همش درجه و مقام شهادت بردگیند. کبرین در همون مکه مکرمه یا مدینه منوره یا در شام شریف یا در عراق، در کجایی که همین اصحاب پیامبر گذشتند، در بالای قبر هیچ کدام همینا یگان نوع آتش نمیسود. اگر با سوختن آتش ثابت میشد که اینها شهیدن، قبر همه اینها بالاشون مقصد همون آتش ها افروخته می ایستادن. برای این گپ ها اصل نداره. شهید البته هر کسی که شهیدها یعنی در حدیث ها آمدن، علاوه خصوص اگر از همین بیماری ویروس، از همین بیماری کووید 19 بگیم، اگر انسانی که از دنیا بگذرد، یعنی پیامبر ما گفتن هم کفارت ای، هم گناهاش بخشیده می شود و هم شهادت ای، هم درجه می برد، هم مقام می برد. برای همین این فضل الهی ای، این عطیه خداوندی است که وقتی بندش با همین بیماری از همین دنیا میگیره. بین هر کدام ما برادری عزیز یک روز پسه، یک ماه پسه، یک سال پسه مقصد میگذریم میریم، ولی ممکن این درجه و مقام ما شما نیابیم. برای همین هر کسی بیماری با بیماری مبتلا می شود، غیر کووید 19 هم وقتی بیمار می شود، هر روزش حالی بینین هر روزی بیماری او میگه مثل کوی احد که یک کوی کلانترین است، میگه تمام خطاها و گناهاش سوخت نابود می شود. برای همین این کسی از این بیماری هم که میگذرد، خواهرها و برادرای عزیز، یعنی برای اونها یک مرحمت خدا شید، برای اونها یک ترحم خداوندی شید. از الیاس این جای خفگی و جای ملالی هم ندارد، لیکن بالای قبر او گویا یک نوع آتش یا شمع بسوزد و او را بعد شهید گویند. این بالکل خواهرها و برادر عزیز نادرست است و هیچگاه این سخنم به زبان نیاریم. برعکس این فتوای مرا شنیدین، این را به گوش مردم رسانید که انا درستش اینه. زیرا باز میگم که اگر با سوختن آتش انسان شهید بودنش ثابت میشد، آلی این مکه و مدینه مثال دیگه بگیم چراغ هم در کار نبود، همه قبرهاش مقصد بالاشون روشن بود و بالاشون آتش میسوخت. سوال دیگر، مادرم از سبب بیمار بودنش نمیخواهد که به حج روم. من و زنم میتوانیم پیش از مادرم به حج رویم و مبلغی که برای حج مادرم گذاشته میتوانم
با برادر یا خواهرم برای کمبودی خانه اشان بدهم. یعنی این برادر ما را مادرشان بیمار و مقصد امکانیت یا قوت رفتن حج ندارد، ولی آیا این فرزندها کلین میتواند که مقصد حج کنه؟ البته میتونید. شما از مادرتون یعنی دعای نیک بگیرین. اصلا حج به گردن کسی هست که او مالش به همون حج میرسد. یعنی این مادرها و پدرهای ما از بس که مالدار نیستن به گردن اینا حج فرض نیست. فقط این یک جوانمردی یا حرمت فرزنده هست که پدر و مادر حج روان میکنن. لیکن اگر پدر و مادری که از رفتن حج یعنی نخواهند دست کشند، اگر شما بگین اولی تو پدرم نرود تو مادرم نرود و شما مقصد سالها گذره و به همین خاطر اگر حج نروین، شما پیش خداوند جوابگرین. برای همین حج در گردن شما فرضه، در گردن پدر و مادر نه. پدر و مادری با عقل باشد بچه اکش دعا میتم میگه بچم من نمیتونم مقصد یا خواهش ندارم رفتندن. بچه اکتا قطعی همراه کلین دعا بوده برای حج کنم بگردم بیایم. و اون مبلغی را که دادر عزیز تو برای مادر جدا کرده و در دست مادرت بوده. مادرت خواهرت میتاش، برادرت میتاش، در خودش صرف میکند، او دیگه مالی ویه. یا اینکه با اجازت مادرت مثال میپرسین همین مبلغ برای حج تو از مادر اجازت میتی که همین خواهر ما بتم یا برادر ما، اگر اجازت که داد تمام برده میتی. انشاءالله اینش هم برای تو برابر حج انشاءالله ثواب میگیری. خب سوال دیگر، من مهاجرم، در بانک یک مقدار مبلغ دارم، آیا فایز مبلغم رو گیرم حلال است یا نگیرم؟ ما چند بار گفتیم که در بانک های دولت های غیر اسلامی گذاشتن مبلغاتون و از فایز اونها بگیم شما استفاده بردنتون درسته، یعنی این به ضرر شما نیست. برای همین همون حدیثی را که مذهب خودمان ای جناب حضرت مکحول که یکی از عالمان تابعین بود که گفتم برای ما و شما که یعنی اون مال را که شما با همراهی آدمانی غیر مسلمان در ملک غیر مسلمان وقتی معامله ریبوی میکنین، معامله مثال با فایز میکنین، وای گناه به شما ندارد. یعنی این اجازت های خواه مثال پولی نختش میگیری یا خواه مثال شما در اونجا خانه میگیرین، خواه مقصد یگان ماشین میگیرین، خواه لوازمات خانه را میگیرین، یعنی همین معامله با اون مردم برادران و خواهران عزیز اجازت های. خب در خانه یک روز باغبانم، درختای میوه دهنده دارد، خانه‌دار در خانه نیست، من می توانم به اجازت از همان میوه ها استعمال کنم؟ این برادر ما در کدام آدمی روس باغبان بوده است، یعنی در نبودن همان بگیم صاحب باغ، همون مرده که روس، آیا من میتونم از میوه ها استعمال کنم؟ نمیتونیم برادر عزیز. شما از صاحب باغ بپرسین که مقصد من در همینجا کار میکنم، یک روز ممکن 10 میوه ترا 20 میوه ترا مقصد استعمال کنم، آیا برای من اجازت میتی یا نمیتی؟ اگر اجازت داد اجازت نداد برای تو حرامه. اونم جا غلطیده در زیر درخت میپوسه و ایران میشود، حقی خوردنش نداره. برای همین برادرای عزیز، شما وقتی که در همون باغ ها کار میکنین، در خانه های همون ها کار میکنین، آب روی مردم مسلمان نریزانین، آب روی مردم این تاجیک نریزانین. اون مردک برادرای عزیز اون بفهمی نیست که تو میوه را بخری و نفهمد.
یا در خانه او کار کنی، او هر یک قدمی تو را میداند. بسیاری از برادران، من در اون سفرهای روسیه بودم، برای ما گفتن که در خانه هاشون ما را راه دادن، حتی باور کردن دیگر همه درها را کشاده ماندن. لیکن همین بعضی از تاجیکای بسیار بگیم احمقی ابلهی بدبختی ما با زنهای همونها، با دخترای همونها دست درازی کردن که عاقبت مقصد در دست افتیدن، شرمنده شدن، روسیا شدن. همون مردکا مقصد بعضی هاش ابدی دیگر از همون روسیه پیشون کردن. اونها میدانید شما را به خاطر چی باور میکنن؟ به خاطر یگان سر سیکه و به خاطر یگان کار، به خاطر مسلمان بودتان که اینا مسلمانن. اونها در گرد مردم مسلمان تصورات دارن، اونها خواندگی هن. رنگ تو ابله بی سواد نیست. اونها خواندن که مردک مسلمان هیچ وقت در چیز یک آدم، در زن یک آدم، دختر یک آدم هیچگاه نگاهی بد، نیتی بد ندارن. یعنی مسلمان یک آدم بسیار پاک و تازه و بی خیانت اونها میشناسن. لیکن تو وار انسان افلاس انمو قیمت و قدر آدمی مسلمان در پیش همونا پس میکنی. بسیاری که همون زنها را گرفتین و یک ماه و دو ماه استفاده کردین و پرتافتین، حاضر ای رنگ نمود تان بیزارن دیگه. حتی بزنی در شما داخل میگن شما یک مردمی دروغگو یا مردمی شیطانی. برای همین برادرای عزیز، در کجای کار میکنین نمیکنین، خوجیناتون کدام ملتی هست نیست، یک میخی همو مردک به اجازت نگیر. بگذار اگر چنده که در بالای تو مثال دروغ میکند، در بالای تو یگان ظلم میارد، ترا خدا عقل داده، یا از کارخانهش ببرا بره، یا قانون قاعده است از بالاش چیزی بنویس تا حق تا طلب کو بگی. لیکن این خیلی نمیشد که تو از مالی او، از چیزی او مثال دزدی کنی و همه را مقصد بدنام کنی. یک قصه یادم آمد، حضرت عبدالله ابن مبارک. عبدالله ابن مبارک برادرای عزیز این استادی گویم پدر امام بخاری است. امام بخاری این خودش نامش محمد بود، پدرشون اسماعیل نام داشت. این عبدالله ابن مبارک بگیم پیری پدر امام بخاری، یعنی پیری حضرت اسماعیل بودن. انامین مبارک برادرای عزیز، خودی مبارک عبداللهش نه، میگه یک نفر باغبان گرفتش، باغبان قبولش کرد. وقتی آورد نشانش داد، گفت نمی گکتری زمین، نمی باغ همش از منه. در همین جا گفت کاری تو زمین دای میگردانی، نودای درخت تازه میکنی، آب میتی. گفت انمی وظیفه تو ای و هر ماه مقصد مبلغت بگذار مثال 5000 سامانی. شرطنامه را کردن. وقتی میوه بود میگد که این صاحب باغ آمد، رفیقاش گرفت و گفت بیا که من یک باغی بسیار زیبا دارم، انار باغ دارم، بریم یک انار میخریم. وقتی آمدن نشستن، مبارک فریاد کردن او مبارک بیا. دید که درختها همه مقصد سیر میوه، زمین ها همه زیبا و خوب. بعد گفت مبارک، گفت اکو توقع بگیر، برای قدر انار شیرین من بیار، با یار رفیق من ما مقصد این قدر انار خرید کنیم. میگه رویت توقع در انار آورد. هر اناری که میکشوین همش ترشه، شیرین نیستن. بعد میگه صاحب باغ گفت مبارک، گفت من ترا گفتم انار شیرین بیار، تو انار ترش آورده. آی دایی درون من هم انار ترش دارم هم انار شیرین، تو ای انارای شیرینش بیار. مبارک گفت من نمیدانم که کدام درخت این شیرینه کدام این میوهش تلخه. گفت تو در همین جا سال کار کردی، مقصد در درون همین میوه های هر روز، تو آیا نمیدانی که مقصد کدام شیرینه؟
آیا یگان میوه مرا نخورده؟ گفت قسم به بزرگی الله مهربان، تو مرا به گردنم وظیفه گذاشته که فقط زمین ایرا من باید دایم ملایم کنم، نوده هاش بزنم و آب بتم و از دزده ها مقصد من ایرا پاسبانی کنم. مرا نگفتی که تو از میوه هاش حق داری که بخری. این صاحب باغ میگه با دلش گفت که الحمدلله که مرا خدا داد. یک آدم مقصد من باغبانم شده است که ببین به اجازتی من یک انار نمیخره. انا مسلمان برادر عزیز، از یک آدم میاری در باغت میمانی، از فایده ای که تو میبینی از فایده تو دا او فایده زیاد میبینم. همه روزی دراز دزدیده مقصد با این طرفش میفروشه، این طرفش برده ذخیره میکنه. اگر با بپرسیش میگه الحمدلله مسلمانم. اگر بگوی روی تواری مسلمان سیاه کنم به نام خدا ثواب میگیری. نه تنها در باغ، در یک مغازه یک کس باور میکنی میاری میمانی، چقدر خیانت من میکنن. 4 مال گوسفند میکنی خیانتت میکنن. در زمین زراعت میکنی خیانتت میکنن. برای من بسیار یک افسوس ده، افسوس که برادرای عزیز میگد اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که از در مسلمانی ماست. ما خودمان بدبختیم برادر عزیز. بسیار دینی پاکه، بسیار یک دینی تربیه میکنه آدمه. عبدالله را حضرت مبارک بین میگه با دلش خرسه شد گو الحمدلله رب العالمین که چی نفری خوبی را مقصد خداوند برای من لایق دید. بعد میگه پرسیدش زن داری؟ گفت برادر عزیز گفت من یه آدمی هستم که این همی فقط معاش از تو میگرفتگی را، من نه خانه دارم، من نه شرایط دارم که من زن بگیرم. گفت خواهیشت زنگیری ده هست؟ گفت حضرت یک چیزی را میپرسی که انا هر یک آدمی با فهم و با عقل اگر باشد کی را زن نمیفارد؟ گفت خواهش دارم لیکن دست اینا رسا دارم. میگه باغبان گفت که برای تو انسانی که اینقدر انصاف داری، اینقدر ایمان داری، تو مسلمان حقانی که هستی، من اگرچه یک آدمی دولت دارم لیکن دختر محمد در نکاح تو میدارم. نکاح کرد. میگه دخترش دادش. از همون دختر همین مرده که باغبان انامین عبدالله پیدا شد. یک عبدالله که برادر عزیز، این عبدالله با شاگردای حضرت امام ابو حنیفه بود، یعنی صاحب مذهب خودمان، ولی در عالم مشهور حضرت عبدالله ابن مبارک. تصور کنید که اینها پدرشان استاد امام بخاری است، خودشان استاد امام بخاری است. از رحم و دیانت و پاکی مبارک ببین چی فرزنده آمدن. اولیا که ای سبب های انامین فرزندهایی که امروز در ما و شما که همیشه پیوسته ما و شما را آزار میتن، ناراحت میکنن، هیچگاه روزی خوش نداریم، انامین ای حساب انامین خصلت ها و ای حساب انامین لقمه های شبه آور من هست. برای این دادر عزیز هیچگاه شما با او مردم بسیار معامله خوب کنید، با او مردم بسیار حرمتشون کنید، بسیار حرمتشون کنید. دیدین سلامشون تی، با همون لفظی خودش سلامش بتی. اول پرسیش که در همسایگی ها تان باشد بسیاری تاجیکای ما خانداراش دستاتان میرسه، اون مردم بسیارش کمبغلن، دستگیریشون کنید. خواب پولی باشه، خواه یگان موادای خوراکه باشه، شما در ملک همونایی، در وطن همونایی،
گفتی همین تاجیکای ما در نان یوا شما شریک شدگی. برای همین حرمت کنین. انشاءالله حرمت شما با محبت بین همین دو ملت زیاد میکنه.